سلام و درود دوستان گرامی. از بنده خواهش شده است که این محفل بسیار هم پرمحتوای کوهزاد فتح الله را با سخن بسیار هم مختصر آغاز کنم و من اقرار میکنم که البته کوهزاد فتح الله برای شناس کردن من احتیاج ندارد و این کاری که حاضر می شود مثل اینکه زیره و کرمان بردن است، چون که کوهزاد فتح الله یک شاعر بسیار هم محبوب، یک انسان بسیار زیبا و صمیمی هست که خب در تلویزیون سالها کار میکند و برنامه‌های بسیار هم دلپسند آماده میکند. بنابراین البته شناسایی و با همه شما با تماشابینان بسیار هم محترم و مردم خب تاجیکستان نسبت به شناسایی من البته بیشتر است. بنابر همین من سخن را مختصر خواهم کرد زیرا خوب میشناسید. و امروز که این محفل از دامن کوه بلند نام دارد که عنوان کتاب تازه نشر شده کوهزاد فتح الله است و من همین روز از صبح تا همین ساعت همین کتاب را مطالعه کردم، 300 صفحه و بسیار هم اشعار صمیمانه پر از محبت پر از دوستداری در آنجا جای گرفته است و من دیدم که تا چه اندازه شخصیت یک انسان مهربان، عاشق، پسر بسیار هم وفادار و پرمحبت به والدین خود، به مادر و پدر عزیز خود و برادر و خواهران خود تا چه اندازه با محبت در شعرش سخن میگوید. ببینید باید جرأت خیلی بزرگ داشت که مثلا 50-60 صفحه شعر تنها درباره مادر نویسید و آن را در آغاز کتاب جای دهید، زیرا ما همچنانی که میدانیم بهترین شعرها در ستایش مادر در شعر معاصر خب جهان، تاجیک و خلقهای دیگر هم گفته شده است. و باز میدانیم خب اون بیت بسیار مشهور را که میگوید جنت که رضای مادران است، در زیر قدوم مادران است. با وجود همین واقعا هم اون مادرنامه کوهزاد فتح الله نهایت خواندنی و به خاطر گرفتنی است. بنابر همین مادر و پدر محترمشان در اینجا حضور دارند و من ایشان را صمیمانه از ته دل مبارکباد میکنم که همچنین پسر را به ادبیات معاصر تاجیک تحفه کردند. از نام همه مخلصان کوهزاد فتح الله به شما خب تعظیم میکنیم. سلامت باشید. آفرین بر زحمت شما و معلوم می شود که در نهاد شما هم اون الهام، اون ذوق بسیار هم خوب که شعر را شناسد جایگیر است و بنابر همین در فرزند شما با تمام زیباییش درخشندگی می کند. دوستان عزیز، قسمت بسیار هم مهمی شعرهای کوهزاد فتح الله طبیعی است که عاشقانه است، زیرا خب جایی که شعر هست، جایی که شاعر هست، به ایش نمی شود صحبت کرد و عموما محتوای ادبیات نه تنها شعر، تمام ادبیات محبت است و این محبت است که انسان را انسانتر می کند و از همه انواع دیگر ادبیات البته شعر مؤثرتر است، زیرا در زمان انسان را فرا می گیرد و خب به احساس و افکار وی بسیار تأثیر عمیق می کند. ببینید اگر یاد بیارید حافظ بزرگ می گوید که یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. یعنی یک قصه عشق است اما هر کس اون را به طرز خودش می گوید و واقعا هم
در اون کتاب از دامن کوههای بلند و عموما در ایجادیات کوهزاد فتح‌الله هر یک شعر است یک قصه تازه از عشق است. و ببینید ما به هر حال من به همین موی سفیدم خیلی چیز خواندم، خب، و البته درک میکنم که کدام سخنها چی ها در شعرها تکرار می آید، ولی وقتی که من خواندم که کوهزاد فتح‌الله میگوید که سوختم از عشق تو خاکسترم را باد کن. من اینقدر شعر خوانده بودم اما این نحوش را اولین بار خواندم که عاشق میگوید خاکسترم را باد کن. و ببینید در همین میسته تا چه اندازه یعنی محبتی صمیمی، محبتی نهایت گرم و سوزان خوب افاده یافته است. و ببینید البته عشقی که کوهزاد فتح‌الله در شعرهایش ستایش میکند هم عشق زمینی است، یعنی عشق انسان به انسان است، و هم عشق آسمانی است. من اعتقادم بر آن است که انسانی که عاشق انسان نباشد، عشق زمینی نداشته باشد، دست نمی‌یابد به عشق آسمانی. بنابر همین واقعا هم وقتی که شعرهای کوهزاد فتح‌الله را میخوانیم میبینیم که عشق زمینی و تا چه اندازه پاک، صمیمی، مبرا است و انسان را عاشق‌تر میکند. و ببینید وقتی که او میگوید که بر درد محبت تو عادت کردم، از جانب تو به دل دوا نیست مهم. ببینید با اون درجه میرسد که ما مثلا نماد عاشقانی که در ادبیات کلاسیکی ما آفریده شده است همچون نماد مجنون و فرهاد و دیگرها به یاد میبیاریم، زیرا وقتی خب مجنون به درون درجه اولویت عشق میرسد حتی لیلا را نمیشناسد. و در شعرهای کوهزاد فتح‌الله هم همین گونه چیز ما میبینیم. و ببینید در شعرهای کوهزاد فتح‌الله در برابر عشق موضوع اجتماع، زندگی امروزه ما نهایت درخشان انعکاس می شود. و در برابر همه این موضوعهایی که در این کتاب هست و در شعرهای کوهزاد فتح‌الله هست و یک ذوق بسیار ظریف هم دارد و وقتی که ضرور می شود می تواند ظریفانه صحبت کند، یعنی بخنداند، طنز بسیار هم نازک بگوید. مثلا در یکی از غزلهایش می گوید که رقیبم گفت اشعاری تو را سگ هم نمی خواند. برا گفتم چرا خیر بخوان آهسته آهسته، یعنی بسیار به طنز نازک به همون جواب سوالی بسیار هم دغلانه رقیبش جواب میگوید که ما میبینیم به چه اندازه شاعر معیارشناس است. و ببینید این همین گونه طنز در شعرهای دیگرش هم هست. مثلا یک جا بسیار با من خوش آمد میگوید که باز یک سال دیگر پیر شدنها تبریک، در زادروز باز یک سال دیگر پیر شدنها تبریک، از رخ زندگی دلگیر شدنها تبریک. یعنی ببینید میتواند یک مسئله مهم را با یک چی میگویم ظرافت نیز بیان کند. بنابر همین خب در اینجا که همه دوستان جمع شده اند و کوهزاد فتح‌الله در اینجا شعر میخوانند و هنرمندان خب بسیار هم بلند پایه جمهوری ما در اینجا حضور دارند که اشعاری برای شما همچون سرود میخوانند. و ببینید من میخواهم از طبیعتی، از سریش، از باطن کوهزاد یک بیت بیارم که در کتابش هست. میگوید که زاده کوهم و اما دل نرم دارم، همچو باران به سر تشنه لبان میبارم. واقعا هم همین گناه است و این باران
و این بارش بسیار محبت همیشه صمیمانه و دلگرم کننده است. حالا من از نام همه شما کوهزاد عزیز را به اینجا میخوانم و خوب خب اکنون دوستان عزیز یک سرم گویم و کوهزاد برابر شاعر بسیار هم خوب بودنش انسان بسیار زیرک هم بوده است. من همین روز در حقیقت قائل کرد. صبح به من تلفن کرده گفت که من به تلفن شما SMS نوشته بودم که همین صحبت محفل مرا شما آغاز کنید، لیکن شما جواب ننوشتید و من بسیار خواطر و در هیجان هستم. من در خودم ناراحت کردم، گفتم کوهزاد جان میبخشه من تلفنم ندیدم، معذرت، هر چی خواهی میکنم. گفت نباشد بیایید آغاز میکنید. گفتم بجان دل. بعد گفتم کتابت من بفرستان. آخر کتابش فرستاد. همین کتابی از دامن کوه بلنده 300 صفحه من از پگاه تا همینجا آمدن همش خواندم و تلفنم دیدم که هیچ گونه SMS نفرستاده است. این من اول زبان کوته کرده. تمام بشید. خب استاد عزیز طرف مسنجر بود، لیکن با وجود همین خواه میفرستاد SMS، خواه نمیفرستاد، من این خواهش رو بجان و دل بجا می آوردم، زیرا همیشه که ما در تلویزیون دعوت میکند خب زحمت میکشد بیچاره، حتی هوایهای خنک به یک همین تنی کاستیوم میشینه. من در سال نو حتی در بیرون. بنابر همین خب همه ما از کوهزاد فتحالله هم شاعر و نویسندگان تاجیکستان و هم تماشابینان خیلی و خیلی قرضدار هستیم که امروز ما در این صحنه وقتی که شعر میخواند کوهزاد اون قرض ادا کردنمان در کار. هر قدر بلندتر قرض زنیم و هر قدر آفرین گوییم دل این همان قدر برداشته خواهد شد. سلامت باشید. شما و باعث افتخار من است که یکی از شاعران بسیار موفق، شاعر خلقی تاجیکستان، استاد اسکر حکیم این محفل را آغاز کردن. این باعث خوشحالی من است و البته شما را خوش آمدید میگویم. به خاطر استاد یک قرص میزنیم. مرحمت. ز مادر به دنیای پند آمدم، نه از بحر نیرنگ و فند آمدم. به شهر محبت غزلخوان و شاد، به کاخ سروش من غزلخوان و شاد. ز دامان کوه بلند آمدم. درود به هواداران شعر ناب تاجیک، درود به آن انسانها و شخصان نیکسرشته که به خاطر ما به این محفل قدم گذاشتند و واقعا حق به جانب استاد رودکی پدر شعر پارسی که گفتند هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. و واقعا روی شما برای من خیلی عزیز است که اینجا نشستید و هر یکی شما مرا نظارت میکنید و من گمان میکنم اگر یگان کمبودی و کاستگی باشد شما منی نوراه و منی که واقعا این کارها رو بار اول یعنی که تجربه میکنم میبخشید. و البته اینجا خداوند شاهد است که من به خاطر خودنمایی این محفل را تشکیل نکردم. من به خاطر پدر و مادر مهربانم که خیلی پیر و افسرده هستند آرزو کردم که این محفل را آغاز کنم، برپا کنم و آنها در این محفل باشند. همین قدر. و شاید بعضی ها گمان کنند که به خاطر منی که مثال فلان سراینده سرودش را خوانده است. نه، از خدا کسی بزرگ نیست. خداوند شاهد است که به خاطر این دو بزرگوار و به خاطر شما تشکیل کردیم که یک جا باشیم و تا به امروز خانه ندارم اما خواستم در همین جا شما را
خانه درایان دعوت کنم. سلامت باشید. و واقعا خیلی افتخار میکنم که در همین چند سال ایجادکاریم چند شعره که گفتم و البته میخواستم در ادامه سخنهایم با گفتم با یک چهار مثل که مرا پروای این عالم نباشد، درون سینه کان غم نباشد، پدر مادر از آن که در کنارم زمن خوشبختتر آدم نباشد. و واقعا آنه که پدر و مادر دارد خوشبختترین انسان است. و من این لحظه آغاز میکنیم این محفل برای شما با شکوه را و البته اینجا سرنده های بسیار هم موفق و ممتاز و خیلی سرنده هایی که ترانه های دلنشینشان در وجود ما در دلهای ما جایگزین است آمدند و البته دعوت میکنیم به سوی این محفل با شکوه، به سوی این صحنه بسیار هم نورانی هنرمند مردمی تاجیکستان استاد افضلشاه شادی که پیوسته ما را دستگیری میکنند. ایا ای مردی دل آگاه ملت، بود جانت فدا بر جان ملت، ببخشد هر سرودت رنگ دیگر به صبح و چاشت و بگاه ملت، تمام تاجیکستان دوست دارد تو را ای حافظی دلخواه ملت. مرحبا. تبریک میکنیم شما دادری عزیز. یگان وقت نگویید که من برای خودنمایی برنامه کرسودیم. شاعر باید پیش خلق شعرش خواند. همه شاعرای بزرگی ما همین خیلی کارا کردی سر کردن بعد شاعرای بزرگ شدن. و امروز استاد بسیار معظم پیرکار استاد اسکر حکیمی عزیز بسیار سخنهای صمیمی گفتن. انا استاد عزیز محمد غایب پیرکار اینجا حضور دارم. پیرم خوش آمدید کجان. استادای دیگر خوش آمدیدتان. استاد من پیرکار معلم کلان پروفسور اکوی ما شراپوف امید جان اکا خوش آمدید. همین نام کوهزاد خودش استاد کوهزاد هستند. ارون کوهزاد نویسنده خلقی تاجیکستان. باید می آمدن کمتر بیمار شدن گفتن خودش همین کوهزاد بس نامش کوه. الها همین کوه باشید در شعر ما. دوامی کاری استاد بزرگوار رودکی بابا ما استاد انصاری ترسونزاده، استاد لایق، استاد قطبی کرام، استاد اشور سفر، حق نظر غایب، گل نظر، کمال نصرالله، استاد اسکر حکیم، خانم شاعره عزیزم و گل رخسار و استاد محمد غایب. همین استادای یک خوانده. من همه حافظای گوید من عکا شریف جورای سر میکنید. حاجی عبدالعزیز تا استاد جوربک، استاد ظفر، استاد آدینه، استاد عبدالله نظری همین رپرتوارش از یاد میدونم. و خدا بعد من حافظ میگم خدا من یک کس ندانسته خواندن این گناه. همین شعرهای کلاسیکای استادای امروزه دانید، خوانید و شعر نویسید. ما شعرهای شما خوانده لذت بریم. جان یکاش مبارک شود. کوی وطنم عطری گلی تر دارد، هر کوی وطن زیایی مادر دارد. شکرانه کنم که تاجیکستانی عزیز سر کرده و پیشوای و سرور دارد. شکرانه کنم که تاجیکستانی عزیز سر کرده و پیشوای سرور دارد.
سروری عاقل و خردمندی وطن عزیزی تو جمله خلق پرسندی وطن مادر وطن از لطفی تو خوش روز بود زیرا که توی همیشه فرزندی وطن زیرا که توی همیشه فرزندی وطن سرسبز همیشه تاجیکستان باشه هر کوچه و پس کوچه گل افشان باشه آبادی این میهن زیبا و جوان با مهنتی دستی آلی رحمان باشه با مهنتی دستی آلی رحمان باشه سروری نیک و با فضیلت داره پشت و پناه برای ملت داره شکرانه که در جهان سری ماست بلند شکرانه که در جهان سری ماست بلند شکرانه که پیشوای ملت داره شکرانه که پیشوای ملت داره شکرانه که پیشوای ملت داره بسیاری وقتا همین شعرهای همین کوهزاد رو میبینم همین درباره عشق سوخته سوخته می نویسد بعد من گفتم که دادر همون تو به بیوفایی کرده باشد تو عشق به سوخت باشی بیا چی تزم میتیمت تو دانی خدا نخود نه که عشق در حقیقت پاس داشتن در کار عشق است همین عشق یک عشقنامه میخوانم استاد قطبی یک عشقنامه‌شون خونده بودم استاد لایق استاد کمال نصرالله خونده بودم همین عشقنامه همین آدم نوشتن من با سوزی همین کس درایم اگر توانم با سوزی این کس در آمدن اما سوزی همین کس به در آمدن میخوانم باشیتون نگارا سوزش جان مرا نادیده میگیری دلی از عشق بریان مرا نادیده میگیری زی سوزی دل بریزد اشکی چشمانم به یادی تو ولیکن اشکی سوزان مرا نادیده میگیری تو را از جان و دل پیوسته پزما می شوم اما تو جانا جانی پزمانی مرا نادیده میگیری
شاعر گشت کوهزاده برایت ای غزل گفتار شاعر گشت کوهزاده ولی تو شعر و دستانی مرا نادیده میگیری نگارا سوزشی جانی مرا نادیده میگیری ای حد و حدود و کران دارد نه ساعت و وقت و نه زمان دارد به خط و خبر بسی نگردد واری به خط و خبر بسی نگردد واری اندیشن از پیر و جوان دارد اندیشن از پیر و جوان دارد ای ایش ای ایش ای ایش ای ایش خاری رهی راه کنه گه سوزد و گه خاری سری راه کنه حیرت به حال عاشقان دارد عشق دلدار گه رنجد و گه رنجانه دلدار گه رنجد و گه رنجانه هر لحظه هزار امتحان دارد عشق هزار امتحان دارد عشق ای عشق ای عشق ای عشق ای عشق ای عشق ابتدایش اما انجام علمهای گران دارد عاشق زی اجل نترس تا هست نفس عاشق زی اجل نترس تا هست نفس زیرا که حیاتی جاویدان دارد زیرا که حیاتی جاویدان دارد ای عشق ای عشق ای عشق ای عشق ای عشق ای بار دیگر مبارک شد. پدر و مادر گفتید کنی پدر و مادر کجا هستن؟ اکا جان خوش آمدید در نامتون جانم مبارک شد. مادرم همون مادره که یگم شتگه خدای من سلطان مراد میدونستید تمام بچه شما در دستی مزیق نشوید. مبارک باشد مبارک باشد زنده باشید بخت سعادت به همه شما اکا جان مبارک شد به مادر به شما عمری دراز سلامت باشیدون روزا جان عزیز همه آرزوهاتون به خدا رساند همیشه در جاده شعر شاعری در عرشی بابای رودکی باشید. شما استاد عزیز با افتخار استاد که دائم ما را دستگیری میکنند و در کنار ما هستند. دوستان عزیز واقعا شما را بار دیگر خوش آمدید میگم. این شعر به آنهای تعلق دارد که مادرشان در شهر با آنها زندگی میکنند. مادرم در شهر با من زندگانی میکند، زندگی بر من جفا او مهربانی میکند. با هوای تازه ده بس که عادت کرده است، زندگی در شهر
بر مادر گرانی می کند. چون نشیند یا بخیزد هر نفس یادی دیگر، و از پدر و از روزگاری پادبانی می کند. بس که جمع کرده است گلبرگ و گیاه از پشتها، کلبه او بوی زرک و زعفرانی می کند. می شود دلتنگ گاه در چنین شهری عظیم، غصه در دل خنده بر لب شیرخوانی می کند. وقتی طفلی پاسبانم بود شبها تا سحر، بین که حالا هم مرا او پاسبانی می کند. شهر خوب است و شرایط خوب، اما مادرم گریه ها با یاد کوهستان نهانی می کند. مادری دهاتی من در چنین شهری عظیم، زندگانی نه همانا قهرمانی می کند. تا رسم بر جمعی امیدی دلی سرگشتم، از خدا بر من دعای سبزجانی می کند. سلامت باشید. و البته در ادامه این شعر میخواستیم با بانی نوبت دیم که هم آفریدگار به آن کس حسن زیبا و هم صدای خیلی گیرا داده است، صاحبه دولتشاه و که با ترانه مادر شما را خوشحال میکنم. مرحبا. بر مرتبه و مقام مادر میرم، بر شیره هر کلام مادر میرم. بر مرتبه و مقام مادر میرم، بر شیره هر کلام مادر میرم. هر شام و سحر به خانه میارد فیض، هر شام و سحر به خانه میارد فیض. بر صبح صفای و شام مادر میرم، بر صبح صفای و شام مادر میرم.
بر صبح صفای و شام مادر میرم. شما آمدید، سربلند باشید. خیلی سپاسگزاریم که در کنار ما هستید و دوستان عزیز بار دیگر شما رو به این بزمگاه البته خوش آمدید میگویم و واقعا 20 می برایم خیلی عزیز است، یعنی که روزی عزیز است. با اون خاطر نه که من در این روز به دنیا آمدم و این روز را واقعا دوست می‌دارم، با این خاطر که دو شاعر توانای ملت تاجیک، استاد مومن قناعت و استاد لایق شیرانی نیز در این روزی بسیار هم گرامی به دنیا آمدند و من همراه رفیقان گاه گاه شوخی میکنم که اگر من با پایه شعر به استاد لایق و استاد مومن نرسم، اما به دنیا آمدن من در همین روز برای من بزرگی است، خواهید قبول کنید و نخواهید نه. و البته چون استاد لایق و استاد مومن قناعت توانستند که شعر را به مرتبه خیلی بلند رسانند و شعر را در دلهای ما و شما جا بکنند و شعر را تماما دگرگون بکنند و شعر تاجیک را واقعا در عرصه جهان معرفی بکنند. هرچند که استادان امروز در قید حیات نیستند، اما این پیروزی مرگ نیست. در نبرد زندگی و مرگ استادان پیروز گردیدند و این را می توان با مبارزه تهمتن مقایسه کرد. رستم قاتل خود شغاد را پیش از تسلیم جان به جانآفرین به قتل رسانید. و البته استادان که تمنا میکنیم روحشان شاد باشد عاشق بودند و یک چند مصرع نیز از عشق میخوانیم و باز هم یکی از سرندهای محبوب که اینجا در کنار ما هستند دعوت میکنیم. سبزینه دلستان کهزاد، محبوبه مهربان کهزاد، بر موی سپید شاعرت نه، بینگر به دل جوان کهزاد. آی چو بر خاک قدمت بدیده مالم، آی چو بر آستان کهزاد. با دوری خویش ای پریرو، دیگر مکن امتحان کهزاد. باغ سخنم شود شکوفان، با تو گل به خزان کهزاد. هر یک نگه خمار و مستت، تیغ است بر استخوان کهزاد. و با این ترانه عشقی، البته با این غزل عشقی دعوت میکنیم هنرمندی مردمی تاجیکستان استاد حسن حیدر را. و البته استاد حسن حیدر اینجا آماده هستند که برای ما و شما ترانه را تقدیم نمایند. مرحبا. از سما افتد ستاره یاد لایق میکنم، با دلی صد پاره پاره یاد لایق میکنم. آمد و روی جهان را شعر باران کرد و رفت، او نمی آید دوباره یاد لایق میکنم. آمد و روی جهان را شعر باران کرد و رفت، او نمی آید دوباره یاد لایق میکنم.
از این جهان در برم باشد نگار یاد لایق میکنم هرگاهی که میرمم سوی زرفشان و دریغ یا پیاده یا سواره یاد لایق میکنم هرگاهی که میرمم سوی زرفشان و دریغ یا پیاده یا سواره یاد لایق میکنم از سما افتد ستاره یاد لایق میکنم با دلی صد پاره پاره یاد لایق میکنم آمد و روی جهان را شعر باران کرد و رفت او نمی آید دوباره یاد لایق میکنم او نمی آید دوباره یاد لایق میکنم عمرش بود کوتاه بهر خلق و میلتش گفت شعری به شماره یاد لایق میکنم از سما افتد ستاره یاد لایق میکنم با دلی صد پاره پاره یاد لایق میکنم آمد و روی جهان را شعر باران کرد و رفت او نمی آید دوباره یاد لایق میکنم او نمی آید دوباره یاد لایق میکنم تشکر رحمت بیست. من میگم در این محفل باید فخر از آن کنی کوفزا جان که به چنین مردان مرد همه کسانی شناخته اون گویم که آینه ملت ما اینجا نشستند استادان بزرگ این یکی از شبیه در فراموش شونده تو باید باشد تا که تو با گذشتگات مینازی با رودکی و بسعدی شیرازی وقت است که از منبر آزاد سخن خیام دیگر حافظی دیگر سازی. تشکر و این چیز را رعایت کرده کوزا جان در همین ایام جوانی هم که باشد الله که بینید من کتابش تو یکی ماه پیش گرفتم پیش از سفرهای ایجادی و خیلی هم بسیار سخن نمیکنم خیلی هم بجا چی درباره عشق محبت وطن دوستی حرمت احترام کلانانه که پدر و مادران و دو سخن گفتنی هستم خوشبخت‌ترین کسی هستی که امروز اونا هستند این یک بخت نایابی است برای هر یک فرد و هر یک مرد و هر یک زن
چون که در دنیا شیرین‌تر از لفظ مادر، گرمتر از مهر مادر، سختتر از توانایی و قدرت مادر، نرمتر و پرمیرتر از قلب مادر چیزی نیست. اکنون فرزند را پرورد مادر، پدر باشد عذاب، تا برد فایده روز لااقل یک کاسه آب. حسن روی هر پدر از داغ فرزند کم شود، قامت راستش زیبار زندگانی خم شود. اکنون از نام کوزاد میگم من کنون یک کاسه آب نه، جان فدایش میکنم، خدمت مردانه روز شب برایش میکنم. سلامت باشد. کارهای ایجادیش موفقیت نخواهیم. سلامت باشد. تشکر. برای کارهای ایجادی خوب رفتنش این سر اول خانه آرام و آسایشته آباد و آزاده حکمران خاندان رو باشد. بس خدا نگهبان، عمر دراز با برکت و کارهای ایجادی به پیش. سلامت باشد. هر یکیش ما بگم خوش آمدن در این محفل خوشی نظم و نثر و ترانه و موسیقی و سرود. سلامت باشدم. شما استاد عزیز، استاد حسن حیدر به افتخارشان و که با نابسته از اون که خیلی معروفن اما ما رو قدر میکنن. خوش آمدید استاد جان، سربلند باشید و در آینده کوشش میکنیم باز هم یعنی که کارهای ایجادی رو همکاری کنیم. در ابتدای قرن 21 رادیو از محبوب ترین و دست نارسترین واسطه های معرفت اندوزی و فراغتی به حساب می رفت و واقعا من نیز در سالهای آغاز 2000 یعنی که 2003 آن جانب دلبستگی به رادیو خیلی داشتم و ما طریق رادیو خیلی محبوب شده بودیم و در آن رادیو همان زمان ژورنالیست های خیلی معروف فعالیت میکردند که از جمله استاد ارجمند ما ضیاءالدین نورزاد که هرگاهی که ما تماس میگرفتیم اگر اشتباه سخن میکردیم ما را حتما اصلاح میکردند و ضیاءالدین نورزاد شاید بعضی ها امروز ها ندانند که ضیاءالدین تنها سراینده است و مثال ژورنالیست و راوی محبوب نیست و ایشان در شعر و در رمان و در پویست و در همه خیلی فعال هستند و اگر نظر بکنیم یکی از استادان خالص من که واقعا طریق رادیو سخنگویی را برای ما یاد داده بودند و البته امروز شکرانه که این استاد ما یکی از سراینده های بسیار محبوب هستند و البته رادیوی صدای دوشنبه در دل من همان زمان محبت خود را جای داده بود، البته با سخنان چنین سراینده های بزرگ و من صدای دوشنبه را تا حال گوش میکنم و احترام میکنم و سپاسگزار از ضیاءالدین نورزاد هستم که کم و بیش برای ما سخنوری را آموختن و البته دعوت میکنیم ژورنالیست معروف، راوی ممتاز، نویسنده نوآور، شاعر تازه‌گو، آهنگساز معنی سنج، سراینده محبوب ضیاءالدین نورزاد را مرحمت. چشمان سیاهی تو مثالی شب یلدا، ای ماه دلارا آنقدر بزدی شدم والا و شیدا، قایل به تو دنیا زلفان تو را بوی کنم شام و سهرگاه، گیرم زی لبت و سبسد عشق و تمنا، گیرم زی لبت و سبسد عشق و تمنا، ای ماهی دلارا قایل به تو دنیا، قایل به تو دنیا، ای ماهی دلارا قایل به تو دنیا، قایل به تو دنیا. خواهم بیروم با تو دمادم، من دست به دست پای به پا جان بی سرا، ای ماهی دلارا قایل به تو دنیا، قایل به تو دنیا.
قایل به تو دنیا. ای اختری شبای دلم سر بی روانم، بر گوشی فلک بی تو رسدای دلی ما. ای ماهی دلارا قایل به تو دنیا، قایل به تو دنیا. ای ماهی دلارا قایل به تو دنیا، قایل به تو دنیا. چشمان سیاهی تو مثالی شب یلدا، ای ماه دلارا آنقدر بزدی شدم والا و شیدا، قایل به تو دنیا. زلفان تو را زلفان تو را بوی کنم شام و سهرگاه، گیرم زی لبت بوسه بسد عشق و تمنا، گیرم زی لبت بوسه بسد عشق و تمنا. ای ماهی دلارا قایل به تو دنیا، قایل به تو دنیا. ای ماهی دلارا قایل به تو دنیا، قایل به تو دنیا. دوستان عزیز، استادان ارجمند، این روز مبارک قدم را برای کهزاد عزیز تبریک میکنم. امروز روز ادب است، فرهنگ است، سخن است. اگر به زندگی کهزاد نگاه کنم 4 مصرع شعر بازار همیشه یادم میآید. من تگمه صدایم در پشت این دری تنگ، هر قدر میفشارم آنقدر میزند زنگ. و کهزاد رفیق و دادر خوب روزهای بد من است. این لحظه های نیک رو من براش مبارکباد میکنم، آرزوی خوشبختیش دارم. مادر مهربانش اینجا هستم، خاله عزیز خوش آمدن. و کهزاد اگر که 20 سال میشناسم، فکر میکنم من مادر کهزاد یک عصر میشناسم. تمام مادرهای روی دنیا زیبایند، مثل فرشتن، مادر من، مادر شما، لیکن مادر کهزاد خاصن، با دانششان، با ملکهشان، با ظرافت، با محبتشان. همیشه پشت فرزند عزیزشان کهزادشان مثل کوه استوار هستند. هر حرفشان شعر است، غزل است. به همین خاطر برای مادر عزیزش یک قرض. و کهزاد جان شما یک عمر در آغوش گلها بوده؟ سلامت با باشید. پیش گلها میره. من این گل برای مادرتان میدیم از نام خودم. مرحبا. ای آچه جان غنیمتی هر لحظه، غمها تا درب کردم و بستم درزه. آچه میگو میبندی دلم میلرزده، آچم به همه گنج جهان میارزد. ای آچم به همه گنج جهان میارزد. ترکی سرم مثال چوبی ترسوخت، جان و جیگرم برای یک مادر سوخت. غمهای دل ما در آب جو سر دادم، وای ای سنگای لبی جویبار سر تا سر سوخت. یک قرص برای مادر عزیزش خواهش میکنم. ای سنگای لبی جویبار سر تا سر سوخت. محبتتان، مهرتان، نان و نمکتان همیشه در یادم هست، در خاطرم هست. خداوند شفای کامل دهد. شما افتخار کنید یک پسر نازنین دارید. کهزادتان امروز محفل دارد، به آرزوهاش رسید، به همان آرزویی که شما همیشه میخواستید که روی همین صحنه بلند باشد. سلامت باشید، مبارک شود، مبارک شود. دوستان عزیز خوش آمدم.
محفل گرم است. خوش آمدن. کوزا جان سربلند باشید استاد عزیز. و ما البته طول 20 سال است همکاری ایجادی داریم. خیلی سخنگویی رو نوشتن رو یاد گرفتیم. اما استاد بزرگ من یک چند سرودشان به چهارمصرگی از من جا کردن، اما خوشبختانه همین سرود رو پر خواندن که برایشان خیلی سپاسگزارم. خوش آمدید. و در آینده وعده میتونن که چند تا دیگر میخونن ان شاء الله. قدرت سخن اونقدر بزرگ است. بله. من همین سرود در همین تالار میخوندم. یک دخترک در پایان بود، عذر بسیار، در کلیسکه اینوالیدی نشسته بود، پایهایش کار نمیکرد. نمیدونم، مهم این نقطه است که محض وقتی خواندن همون سرودش تو چشمم به همون دخترچه افتاد. ناخودآگاه من پایان شدم، به زانوهایم به زمین افتادم. اون کودک من آغوش کردم، گیریستم. بعد نوار در اینترنت پخش شد. حالا در آسیا است. کدام جوانمرد خیرخواه برده است برای توبت. در همان مکان، در همان لحظه شعری کوزاد شما دید با دردهای یک خواهرک ما شفا بخشید. خوش آمدم. سربلند باشید. من ندارم، بسیار می ندارم. سلامت باشید.